در کتیبه‌های کهن از جمله در منشور پارسوماش از زبان کوروش بزرگ چنین می‌خوانیم: بگذارید هر کسی به آیین خویش باشد، زنان را گرامی بدارید، فرودستان را دریابید و هر کس به تکلم قبیله خود سخن بگوید. آدمی تنها در مقام خویش به منزلت خواهد رسید. گسستن زنجیرها آرزوی من است. رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است. شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی می‌دارم. پس تا هست شب‌هایتان به شادی و روزهایتان را در پناه رهایی باد. این فرمان من است. این واژه وصیت من است. آنکه آدمی را از مأوای خویش براند، خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد. تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید. من چنین پنداشته‌ام، چنین گفته‌ام و چنین خواسته‌ام. فرمان روایی که همدل مردمان خویش نباشد، سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد. پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خویش حتی پلاس پاره‌ای به گور نخواهند برد. هشدارتان می‌دهم، آن که به کشتن آزادی بیاید، هرگز از هوای اهورامزدا خوشبو نخواهد شد. بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. بی‌عاقبت است آن که بر پریشانی مردمان حکومت کند. بی‌فرداست آن که بر درماندگان فرمان براند. شهریاری که نداند صبح مردمانش چگونه به شب میرسد، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. ما از همینگاه از اهریمنان خواهیم گذشت. ما ظلم زمین را در هم خواهیم شکست. ما زندگی را ستایش خواهیم کرد. آزادی و عدالت را ستایش خواهیم کرد. و ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست. قرار است هر روز برایتان داستانی بگویم، پس حتما ما را دنبال کنید.